Wajibu ditna bashtir telefona khwa bizibirine. Please rotate your phone for a better view and experience. بکنه که میشه حزب دموکرات کردستان رو نابود کرد، نابود شدنیه. تو تمام صداهاشون رو بگیر، همه سربازا رو ببین، اینی که دارم میگم بهش فکر کن به حرفم. تک تک سربازای حزب دموکرات کردستان رو همه رو بکش. فرض کن همه رو کشتن، یه دونشون هم زنده نیست. سران کشته شدن، رؤسا کشته شدن، تمام صداهاشون هم نابود شده. آیا میتوان ایدئولوژی حزب دموکرات رو از مردم کرد گرفت؟ خیر. همچین چیز جوابش نه مطلقه. چرا؟ چون این حزب در این منطقه از ایران، در این قوم ایرانی، اینا چیز دارن، اینا عقبه دارن، اینا فرهنگشون شده، تمدنشون شده، اینا با این بزرگ شدن، اینا با این خود گرفتن، اینا پدر اینا ایدئولوژیشون بوده. تو نمیتونی اینو ازشون بگی. همه نمیتونن. اینو بسر من که دارم بهت میگم که خودم که نمیگم، من که تحلیلگره مسائل نبودم، که خودم نمیگم. این حرف تو همه رو بکشی نمیتونی اینو از بین ببری. اصلا چنین چیزی غیر ممکنه. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که با این مثلا با این حزب وارد مذاکره و دیل بشی.